جفتی نوبتی روی گلیم اومدند. عبدالله عارف با یک تک سفید است و رقیبی او از دسته کلوبی ورزشی پرویز صابرов محمد شریف نجمیدینov. در صورت غالب آمدن عبدالله عارف دسته فایزه به مرحله نهایی می رود و در صورت غالب آمدن محمد شریف نجمیدینov آزمایش های ادامه می یابد. اینجا ببینید که امتیاز کاملی حلال محمد شریف نجمیدینov در ثانیه های اولی آزمایش باز هم برای همدستگانش انگیزه می بخشد و حساب را 2-1 می کند. محمد شریف نجمیدینov بسیار هنری عالی، بسیار رقابتی جالب از جانب نجمیدینov بود که ما مشاهده کردیم. ببینید که چگونه حرکت خوب داشت، از پشت پای رقیب حرکت کرد و موفق هم شد که